سلام عزیزای دلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام مربای به رو بهتون آموزش بدم. مواد لازم: به به اندازه‌ای که دوست دارید، آب، گلاب، شکر و زعفرون. اندازه هایی که الان اینجا گذاشتم اندازه دقیق این به نیست. الان بهتون میگم باید چه کار کنیم. به رو هر کیلویی که میخرین به همون مقدار کیلو شکر اضافه میکنین. هیچ اندازش بالا پایین نمیشه، مساوی با خود به، چون به مقدار شیرینی داره. گلاب 2 تا قاشق غذاخوری، زعفرون هم 2 تا قاشق غذاخوری. الان من زعفرون رو براتون حل کردم، اینطوری رنگ انداخته. زعفرون خشک رو ریختم، 2 تا تیکه یخ انداختم توش. یخ که آب شد کاملا هم زدم. یه مقدار خیلی کم، 1 قاشق غذاخوری آب جوش رو ریختم توش، شوک بهش وارد شده. این رنگ قشنگ رو به ما داده. در ضمن آبم موقعی که میخوام پخت کنم بهتون میگم حدود 2 تا لیوان آب ما لازم داریم برای این 2 تا به. من بهو شستم کاملا، این پرزای روش رو گرفتم. حالا بعضی دوست دارم پوست میکنم، ولی من پوست نمیکنم چون خود به کاملا خاصیت داره. از وسط بازش میکنم. تخماشو میبینین، بهترین دارو برای سینه درده. اینو برمیداریم کنار میذاریم خشک میشه. داخل یه ظرف قرار میدیم توی یخچال. همیشه هم که وقتی سرفه های شدید میکنین، سرماخوردگی دارین، اینو میریزین توی مقدار آب جوش، لعاب میندازه، اونو میخورین. خیلی خاصیت داره، پس هستشو دور نمیریزین. در میارم میذارم کنار، بعد اینطوری ازش جدا میکنم. شروع کنین به خورد کردن. حالا هم ریز میشه خورد کرد، نگینی با خورد میکنن، بعضیا رنده درشت میکنن. هر جور که میتونین مصرف کنین اونطوری خوردش کنین. ببینید عزیزا خورد شد. این هسته‌هاش هم الان گذاشتم کنار، جدا میکنم و میذارم خشک بشه. سعی کنید ظرفی که برای مربا میخواین انتخاب کنید یه مقدار بزرگتر باشه، جای جوش داشته باشه. 1 لیوان آب، 2 تا 3 تا لیوان آب بس. شکر اضافه میکنم. یه مقدار از زعفرونم اول میریزم که قشنگ رنگ بگیره. یه مقدارم موقع دم کردنش اضافه میکنم بهش. یه مقدارم گلاب اول، یه مقدارم آخر. میذارم که تا خوب جوش بیاد. پس همونطوری که گفتم به ازای هر کیلویی که به میخوان استفاده کنیم برای مربا، همون اندازه کیلو هم شکر اضافه میکنیم دیگه. گلاب و زعفرون هم که دیگه اختیاری با خودتونه که رنگشو چطوری بخوام. عزیزا جوش اومد. وقتی که جوش بیاد یه زیر رو میکنیم، زیرشو کم میکنیم اینقدر که از جوش نیفته. میذاریم حدود 45 دقیقه کاملا بپزه. عزیزا بعد 45 دقیقه غلظتش رو ببینید. به این غلظت که رسید، من مابقی زعفرون و گلاب رو بهش اضافه میکنم و مثل برنجی که میخوام دم کنم دمش میکنم. یه حدود 20 دقیقه میذارم خوب دم بکشه، بعد خاموش میکنم. اگر
بهتون زیاد بود، مثلا حدود 3-4 کیلو خواستین مربا کنید، حتما یه مقدار آب لیمو توش بریزید که کپک نزنه، خیلی خوب توی یخچال بمونه. این هم از آماده شده مربای به خوش رنگ و خوش طعم ما. با آموزش های ما همراه باشید.